این حدود همش این بخشی نیست از اون ما گفته من حجتم های. شوکت رجبوف رئیس خواجگی دهقانی است که صاحب زمین است، اما عملا در آن زمین دهقانی کردن نمیتواند. او میگوید که در اطراف محله عباد فیض‌الله در جماعت چارکوه اسفر زمین حاصل خیز داشت، اما ادعا میکند که ساکنان قرقیزستان در آنجا خانه ساختند. 4 گکتاری که مانند بود از اون من همش گرفتن قرقیزها. 4 گکتار خواجگی دهقانی ما همش گرفتن. یگان وجه ما موندگیش نه با اضافه گرفتن. او از سال 2006 تا حال از مقامات جماعت چارکو گرفته تا دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان برای بازپس گرفتن زمین‌هایش مراجعت کرده است. هرچند شوکت رجبوف ادعا دارد که زمین‌های خواجگی دهقانیش هیچگاه بحثی نبود، مقامات در اکثر جوابهایشان ذکر کردند که این حدود منطقه بحثی است و کمیسیون علامتگذاری مرزی برای معین کردن آن کار می‌کنند. جانب‌ها قرار کردند که در محل‌های بحث طلب کارهای ساختمانی انجام داده نشود. انیخ کنه سرحد انیخ کنه این دولت بی سرحد باید خودی من خودتون بچه‌متون دیسوس است که بیاگم خیلی ایلاج نه اسم برای قرقیز قبض می‌برود اسم برای این توقیع قرقیز قبض می‌برود و چندین کسا ایزم کشور بدو کشت من همه انواع نوشتگی جناب ولی بودم. شهر اسفره تاجیکستان با 2 ناحیه ولایت بادکند قرقیزستان چندین منطقه بحثی دارد و ساکنانش بارها با همدیگر برای آب و زمین و چراگاه مناقشه کردند. شوکت رجبوف هم میگوید مقامات قرقیزستان بارها او را از داخل زمین کشاورزیش بازداشت و حتی بر ضد او عیبنامه اعلان کردند. هم زمین قانونی ما گرفتم هم 2018 هم سال من اینترپل با پختگی من یگان جو برومدا نمیتونم. من زندگیم های فرزندم های نیبر من یگان جو رفتنم نمیتونم برومدنم نمیتونم. من 2018 من اینترپل با من خودی که باندید بودیم من آدم دهقان. تاجیکستان در شمال و شرق با قرقیزستان همسرحد است و طول آن تخمینا 987 کیلومتر را تشکیل می‌کند. بیش از 300 کیلومترش هنوز تعیین و نشانه‌گذاری نشده، سالها باز منبع نزاع میان دو کشور است. دوشنبه و بیشکک همیشه به حل آسایشته مشکل تأکید می‌کنند، ولی در چنین منطقه‌ها هر چند وقت جنجال و تیراندازی رخ می‌دهد. هر دو طرف همدیگر را به سر زدن مناقشه گناهکار می‌کنند. در همین حال وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که کمیسیون دو جانبه تعیین و نشانه‌گذاری سرحد روز 11 ایون در شهر دوشنبه سند را امضا کردند. هرچند معلوم نیست که تقسیم زمین چگونه صورت گرفته است، شوکت رجبوف از این خبرها شاد و امیدوار می شود. 1 گکتاری 5 گکتاری